سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. با جلسه دیگر از دوره جامعه معامله‌گری طلای آب شده ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که پوزش بنده رو بپذیرید. حالا به خاطر مشکلاتی که داشتیم نتونستیم که در خدمتتون باشیم یه چند وقت و از حضورتون غافل بودیم و این کم سعادتی ماست. هر بازاری برای اینکه بتونیم داخلش ترید کنیم نیاز داریم که پلتفرمش رو بشناسیم و داخلش تحلیل کنیم. و بازار طلای آب شده ایران، حالا آب شده نقدی، ما نیاز داریم که بدونیم از کجا میتونیم اطلاعاتی که بهتون یاد دادم رو وارد کنیم و تحلیل کنیم و ازش سود بگیریم. در رابطه با پلتفرمی که داخلش میتونید تحلیل کنید، هم چارتیکس هست هم آساک چارت که حالا بر اساس اون سلیقه‌ای که هر کسی داره یه انتخابی میکنه. سلیقه من حالا چارتیکس بود، سلیقه شما مثلا آساکه که اصلا ما کاری به این نداریم. میتونید اشتراکش رو بگیرید یک روزه که رایگان هم هست. روز اولش با هر شماره‌ای که وارد میشید یک روزه رایگانه و میتونید ازش استفاده کنید. وقتی که حالا وارد چارتیکس شدید، ثبت نامتون رو انجام دادید، میرید روی گزینه ببینید از این قسمت باز میشه. حالا فکر کنم توی آساک چارت این قسمتشه، سمت راست آب شده نقدی رو انتخاب میکنید. خب این نمودار به ما یک اطلاعاتی رو میده در رابطه با کندل ها، تایم فریم و یک سری ابزاری که اینجا هست و ما بهش نیاز داریم. قطعاً به درد ما میخوره. اونایی که جلسه پیش رو دیدن بهشون اون استراتژی که دادیم توی این جلسه هم اون استراتژی رو براشون بررسی میکنیم، کار میکنیم با هم دیگه و یک سری موارد رو روی این چارت بهشون میگیم که تریدشون راحت تر باشه و بتونن به راحتی معامله کنن و ترید کنن. خب اولین چیزی که باید بدونید اینه که تایم فریم ما روی دیلیه، یعنی روی روزانه ما اطلاعاتی رو دریافت میکنیم که از این اطلاعات میتونیم حمایت ها و مقاومت هایی رو به دست بیاریم که این حمایت ها و مقاومت ها بر اساس اون استراتژیمون میتونه برای ما سودساز باشه. پس اون تایم فریمی که مد نظر ماست تایم فریم روزانه است، ولی برای ترید کردن تایم فریم های پایین‌تر 15 دقیقه 30 دقیقه و 1 ساعت رو بررسی میکنیم و در بعضی از مواقع 5 دقیقه‌ای هم استفاده میکنیم. تایم فریم روزانه به ما یک سری اطلاعات میده که این اطلاعات به درد ما شدیداً میخوره. مثل وقتی حالا من میرم داخل روی یک کندلی، عرضم به حضورتون موس رو نگه میدارم، یک سری اطلاعات به ما میده. این بالا که من نگه میدارم براتون این بالا میخونم. او که همون مخفف اوپن هست، اینجا به ما قیمت مظنه 4,625,000 تومان رو به ما میده. های که مخفف های هست و میگه بالاترین قیمت روزانه چه قیمتی بوده؟ 4,625,000 تومان رو به ما نشون میده. ال که مخفف لو هست و پایین ترین سطحی رو که قیمت اومده، مظنه اومده توی طول روز، به ما نشون میده که اینجا 4,616,000 تومان هست. و کلوز قیمتی که آخر شب بسته میشه اینجا برای ما 4,645,000 تومان نشون داده شده. در رابطه با کندل ها هم که بهتون دیگه نمیگم چون جلسه قبل فوق العاده عالی بود. کندلی که قرمزه یعنی نزولیه، اوپنش بالا بوده و حالا مارکت اینقدر تقاضاگر داشته که این کندل رو کشونده به سمت پایین و رنگش اصولا در تمام بازارهای مالی قرمز هستش. کندل سبز اوپن پایین بوده و کلوز بالا و فشار خریداران اینقدر زیاد بوده که این کندل به سمت بالا رفته و در نهایت کلوزش بالاتر از اوپنش بسته شده و این کندل
اصولا در تمام بازارها رنگ سبز داره به خودش. توی تایم فریم روزانه ما حالا بیایم روز قبل رو بررسی کنیم. می‌بینیم که ما O داده، H داده، L داده و C و این اطلاعات به ما حمایت‌ها و مقاومت‌هایی رو میدن که میتونیم تو تایم فریم های پایین‌تر ازش استفاده کنیم. خب روی یک برنامه‌ای بهتون میخوام بدم، برنامه اکسلی هست که عذر میخوام این اطلاعات رو بهش میدید، OHLC رو بهش میدید و به شما حمایت و مقاومت رو میده. توی تصویر همینجوری که مشاهده میکنید های رو وارد میکنید، لو رو وارد میکنید، اوپن و کلوز. این 4 تا رو که بررسی کنید یعنی اینجا بهش داده بدید به شما یه سری اطلاعات میده. پیوت پوینت یعنی اون قیمتی که روز بعد میتونه درش وارد بشه، اون قیمتی که اصولا میتونه وارد بشه، یعنی اصل قیمتی که فردا باز میشه این قیمت هست که 4,637,000 تومان هستش. حالا اینجا اگر نگاه کنیم اوپن رو ببینیم 4,637,000 این قسمت نگاه کنید 4,637,000 تومان که اینجا حالا دلار درش دخیل نبوده، چون بعضی وقتا امکان داره که دلار یه دفعه پامپ کنه یا دام کنه و این قیمت که روی چارت به ما نشون میده نباشه. R1 R2 R3 R4 R5 اینا چیه؟ اینا مقاومت های ماست، مقاومت هایی که در طول روز ما داریم، یعنی 4,637,000 اگر باز شد 4,646,000 ما مقاومت داریم و اگر رد کرد تا 4,651,000 میره و اگر 4,651,000 رو هم رد کرد میره برای مقاومت R3 و R4 که 4,659,000 هست. پس این R به سمت بالا اینا مقاومت هستش که سنگین ترین مقاومت طول روزش 4,693,000 تومنه. زیر پیوت پوینت یعنی اون قیمتی که روزانه باز میشه یه سری حمایت وجود داره، یعنی قیمت میخوره به اینها و حمایت میشه. حالا به خاطر ارزندگیش میتونه حمایت شه یا ارزنده نیست، حمایت رو میشمونه میره پایین. 4,629,000 حمایت اول ما، 4,623,000 حمایت دوم ما که اگر بشکنه اینجا اون کندل ها تمایلات خودشون رو به نزول نشون بدن ما اینجا فروشنده میشیم و تا 4,620,000 که 3 خط اینجا حدودا به ما سود میده میتونیم پوزیشن خودمون رو نگه داریم و حمایت بعدی 4,615,000 4,609,000 تومان 4,605,000 تومان در نهایت 4,581,000 سنگین ترین حمایت ماست، یعنی حمایت خیلی مهم ماست که میتونه بازار در اون قیمت برگرده. خب مجدد میریم روی چارت و بررسی میکنیم، میبینیم که خب قیمت روزانه ما چون ما این کندل رو بررسی کردیم بریم ببینیم تو روز بعد که الان روز بعد هستش چه اتفاقی داره میفته، اصلا به اون حمایت ها و مقاومت هایی که این فایل اکسل به ما نشون میده واکنش نشون داده یا نه. خب میتونیم اینجا از این ابزار استفاده کنیم، این ابزار فیبوناچیه، از اینجا میتونیم از فیبوناچی استفاده کنیم، از این ابزار میتونیم استفاده کنیم به عنوان مستطیل که حالا این قیمت رو به ما نشون بده. میریم تو تایم فریم پایین‌تر 30 دقیقه‌ای که میبینیم قیمت از اینجا باز شده و تا اینجا ادامه داشته. این قیمت روز قبله و اون حمایت ها و مقاومت ها اینجا باید ما ببینیم که آیا حمایت داشتیم، مقاومت داشتیم و اگر داشتیم عرضم به حضورتون آیا تونستیم ازش سود بگیریم یا نه. مجدد میریم اینجا پیوت پوینت 4,637,000 رو به ما نشون میده و مجدد میریم رو تصویر. حالا من اینو پاک کنم که میبینیم بله 4,637,000
باز شده، اوپنش بوده که یک کندل نزولی شکل گرفته. ولی نگاه کنید چون تمایلش به سمت بالا بوده، ببینید اگر این کندل رو به 3 قسمت تقسیم کنیم، کلوز وقتی بالا بوده یعنی تمایل به صعود داشته و ما میتونستیم از اینجا یک خریدهای ریزی رو بزنیم، یعنی 4,635,000 ما خرید بزنیم به سمت بالا. اینجا میبینید تمایل به حالت رنجه، اگر به 3 قسمت تقسیم کنیم تمایل به حالت رنجه و در نهایت روی اینجا که 4,643,000 بوده، ببینیم بله تقریبا در این واحد خورده به مقاومت اول و ریخته. بچه اینم بهتون بگم حمایت و مقاومت اصولاً عرضم به حضورتون یک خط نیستن و حتی اگر شادو هم خورده باشه اوکیه، شادو هم رد بشه اوکیه. حمایت و مقاومت رو ما اینجوری مشخص میکنیم. میبینیم که یک کندل نزولی زده، خورده مقاومت، کندل نزولی زده، مجدد کندل بعدی نزولی هستش و حالا ببینیم از 4,642,000 تا 4,634,000 یه سود خیلی خوب رو به ما داده، حدوداً 8 خط که اگر هر خط رو 23,000 تومان حساب کنیم یه قیمت خوب میشه، یک گین عالی میشه از همین بازار توی نیم ساعت. و میبینیم اینجا دوباره مجدد تمایل به صعود داره کندل ها روی 4,634,000 مجدد چک میکنیم که 29 حمایت داشته. 4,634,000 هنوز نرسیده، اینجا رفته بالا، تمایل خودش رو نشون داده به سمت بالا. این رو ما میتونیم از کجا پیدا کنیم این حمایت رو؟ حالا اگر نباشه از این قسمت ببینید اینجا یه لگ داشته، اینجا یه برخورد داشته، اینجا ما برخورد داشتیم، برخوردهای زیادی رو میبینیم. ببینیم اینجا اصولا میتونه یه حمایت باشه، درسته توی چارت، درسته توی فایل اکسل نشون نداده، ولی اینجا میتونه برای ما یه حمایت باشه و میبینید به چه زیبایی برگشته. اینجا دوباره تمایل به رنج داریم و مجدد روی 4,639,000 یا 37 ببینیم که ما مجدد مقاومت داریم، گفتیم که به همدیگه تبدیل میشن. اینجا چون پیوت پوینت بوده، اینجا هم خودش الان شده مقاومت و از اینجا بر میگرده به سمت پایین. این 4 میلیون و این قسمت الان خودش شده یک مقاومت برای ما و از اینجا میبینیم که بله یک کندل نزولی بسیار وحشتناک زده به سمت پایین و حمایت ها رو درست قطع کرده، رسیده به پایین تا این قسمت که 4,600,000 ببینید درست روی حمایت هفتم داره برمیگرده. بچه هر حمایتی که شکست ما اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم بریم به سمت پایین. حالا بریم تایم فریم 5 دقیقه ببینیم اینجا حمایت هایی داشته که اونا رو شکسته، حمایتاشو بررسی کنیم. 20 15 9 اینجا این 20 اینجا رو شکسته، روی 15 مجدد. بچه‌ها می‌بینید اینجا یه سری گپ به وجود میاد. اینا میتونه عوامل حالا پامپ یا دامپ دلار باشه و اینکه حالا یه دفعه قیمت پریده به این قسمت به خاطر اونس و دلار هستش. خب اینجا 4,500,000 اینجا رو مجدد شکسته به سمت پایین، 4,609,000 اینجا هم یه حمایت داره و در نهایت 4,600,000 یا 601 که می‌بینیم از این حمایت برگشته، یعنی دوباره سطوح رو شکسته به سمت پایین. الان ما اینجا رو بررسی کنیم می‌بینیم که اینجا کندل ها اومدن پایین، فشار فروشنده ها
داره گرفته میشه. الان تمایل به سمت رنج، اگر به 3 قسمت تقسیم کنیم این کندل رو، این تمایل به سمت رنج داره. از اینجا روی حمایت، چون حمایت خیلی مهمیه، میتونستیم سودش رو بگیریم، یعنی از کندل بعدی که حالا صعودی میشه میتونستیم از اینجا سودش رو بگیریم. یه پول بک داره و در نهایت میره روی حمایت بعدی. روی حمایت بعدی یک مقدار رنج میزنه، ببینیم تمایل به سمت بالا، شادوها از پایین زیاد شده و کلوز بالای قسمت سوم شکل گرفته. یعنی روی حمایت یکم رنج میزنه و در نهایت اینجا میبینیم تمایل به نزول داره، ولی چون حمایت خوبی هست مجدد اینجا رو برمیگردونه. حمایت رو نشکسته به سمت پایین، حمایت رو نشکسته که بگیم اینجا شکسته و تثبیت کرده، اصلا تثبیت نکرده و منتظر کندل بعدی میمونیم. بعد کندل بعدی میبینیم که بله کندل صعودی خوبی هست. همین جور حالا ببینید سطوح حمایتی ما الان تبدیل شدن به مقاومت و همین جور اگر کندل شناسی رو، اون چیزایی که من بهتون گفتم یاد بگیرید، میتونید از این استفاده کنید. یعنی از این قسمت 4,600,000 تا 4,627,027 خط سود به راحتی میتونستید به دست بیارید. از این طرف از ارزم به حضورتون 4,637,000 که پیوت پوینت ما بوده و تبدیل شده بود به مقاومت، ما میتونستیم ازش سود خوبی بگیریم تا این قسمت، یعنی 37 خط این طرف، 27 خط این طرف و حالا مجدد اینجا که رنج میزنه منتظر میمونیم روی حمایت خودش. میبینیم تقاضا داره بیشتر میشه روی حمایت خودش، کندل صعودی زده و از اینجا ما خریدار میشیم. مجدد میبینیم که روی 4,630,000 ما یه مقاومت ریز داشتیم به خاطر برخوردهای زیاد. ببینید برخوردها چون زیاد بوده، ما ارزم به حضورتون روی این قسمت مقاومت داشتیم و از اینجا میتونستیم دوباره، چون ببینید اینجا تمایل به صعودش رو نشون داده خورده اینجا، ولی تمایل خیلی وحشتناک به سمت نزوله. همچنین کندل بعدی که بازم کلوزش به سمت پایینه و یعنی نزول. شادوها رو ببینید بچه، شادو به هر طرف بود، تمایل به سمت مخالفش داره میاد پایین. وقتی این وسط ها دیگه نه حمایت داریم نه مقاومت، از اینجا ما میتونیم فروش خودمون رو بگیریم تا حمایت بعدی. اینجا میتونیم ما یه سیو سود ریز داشته باشیم، نصف اون دارایی خودمون رو بفروشیم. اگر 2 واحد بود، اگر 1 واحد بود، حد ضرر رو بذاریم این قسمت ها حدوداً و اینجا هم منتظر بمونیم چی میشه. اینجا میبینید شکسته، یه پول بک زده و مجدد اینجا حمایت شده. میبینید که از 4,630,000 مجدد تا 4,616,15 ریخته. اینجا هم 15 خط، یه 30 خط اینجا، یه 27 خط اینجا، اینم میگیم 30 خط چون تا این بالا رفته. مجدد از اینجا از روی این حمایت حدوداً 10 خط، از روی این حمایت 15 خط و در نهایت میبینیم که اینجا رو نتونسته رد کنه. 4,620,000 میبینید اینجا یه لگ هم داشته، برخوردها زیاد بوده. 4,620,000 یه کندل نزولی سنگین و میاد به سمت پایین. اینجا هم 10 خط، یعنی توی طول روز به شدت ما میتونیم از بازار سود بگیریم. هم از این استفاده کنید، هم از نقاطی که بسیار زیاد تکرار شدن توی طول بازار. میبینید که اینجایی که حالا برگشته چه حمایت مهمی داشته. میبینید 1 بار، 2 بار، 3 بار حمایت شده و رو به سمت بالا رفته. یا هر کدوم از اینا رو ادامه بدیم میبینیم که حمایت ها و مقاومت های مهمی هستن و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. به همین راحتی ما از بازار طلا سود میگیریم. همین امروزش هم میتونستیم 30 خط مجدد، اینجا که البته بیشتر هم میشد بگیری ازش، 30 خط میگیم، اینم میگیم 30 خط،
یه 10 خط ریز این قسمت و یه 15 خط 20 خط هم این طرف و خیلی راحت با یک سرمایه خیلی کم حدوداً 1,000,000 تومان 1,100,000 تومان میتونیم به راحتی سود کنیم. بچه‌ها این جلسه رو هی تکرارش کنید، هی نگاه کنید، شاید هر باری که نگاه میکنید یه چیز جدید متوجه بشید. میدونم حالا شاید بد توضیح دادم ولی فکر کنم یه جلسه دیگه باید با هم دیگه کار کنیم، یا اگر شد با هم دیگه یک وایس چتی داریم توی گروه تلگرامی که اگر همه موافق باشن بودن 100 نفر 150 نفر 200 نفر موافق باشن یه وایس چت هم میگیریم و مجدد توضیح میدیم با هم دیگه روی چارت، با هم دیگه ترید میکنیم تا همتون به سود عالی برسید. یعنی همتون به سود عالی برسید. میبینید که فقط هم از حمایت و مقاومت داریم استفاده میکنیم اینجا، یعنی از هیچ چیز دیگه نه. حمایت، مقاومت و کندل شناسی، اون چیزی که بهتون گفتم. همین یه تیکه آخرش هم ببینید، همین یه تیکه هم شما میگرفتید، یعنی یه 4,600,000 که حمایت فوق العاده مهمیه براش. اگر اینجا کندل شناسی رو بلد بودید تا اینجا میتونستید بگیرید راحت. 30 خط بچه فوق العاده است. 30 خط عالیه با یه واحد، یعنی توی یک روز 60% سرمایه 1,000,000 تومانی خودتون رو رشد دادید و به نظر من دیگه نیاز نیست که برید بیرون کار کنید یا کار بدنی سنگینی داشته باشید. اونایی که حالا کارشون دولتی میتونن شب بیان، ولی اونایی که کارشون آزاده تو همون سر کارم میتونن. اونایی که کارشون خیلی سخت فیزیکی بدنی میتونن راحت ترید کنن. اونایی که دانشجوان به راحتی میتونن ترید کنن. خانمای خونه‌دار چیز زیاد سختی نیست. اینقدر با هم کار میکنیم تا متوجه بشید اصلا چیز سختی نیست، به راحتی میشه ازش سود گرفت روی حمایت ها، مقاومت ها بر اساس کندل شناسی و قدرت کندل ها. امیدوارم موفق شده باشید توی این جلسه، به علم خودتون بیافزایید. میدونم که خیلی علم دارید، خیلی وحشتناکید از لحاظ علمی. من شاگردتونم، اون چیزایی که لازم بود بهتون گفتم، حالا به عنوان یادآوری، وگرنه شما که بلدید این بازارها رو. امیدوارم موفق باشید. حسین موعد هستم، مدرس بازارهای مالی و مدرس دوره رایگان جامعه معامله‌گری طلای آب شده ایران. یه تریلی اسمه. موفق باشید بچه‌ها تا قسمت‌های بعدی. خدا نگهدار.